اینجا قبا هست. این مسجد قبای اولین مسجدی است که در اسلام بنا شده. پس از 13 سال بعد از نبوت که حضرت صلی الله علیه وسلم در مکه ماندند و هجرت کردند و از غار ثور 3 شب پناهنده شدند اونجا و مخفی شدند و بعد هجرت کردند. مردم مدینه شنیدند که حضرت هجرت کرده. روزانه مردم مدینه می آمدند، محله قبا مردم مدینه، و اینجا یک گردنه است به نام ثنیة الوداع که در حجاج مدینه را قبل از اسلام که می رفتن برای حج بدرقه می کردن و اینجا ملاقات می کردن و اینها می رفتن اونجا و منتظر بوده که حضرت رسول صلی الله علیه و می رسید. اطلاع نداشته که حضرت صلی الله علیه و 3 روز در غار ثور مخفی شده و بعد هجرت کرده و بالاخره آخری روز این بود که اینها یک یهودی اطلاع داد، گفت که او جد شما که شما برای او منتظر هستید او داره شتر سواری داره میاد و اینها دویدن جلوی حضرت. چیزی جالب که میخواندن که طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی. گفته که ماه شب 14 از ثنیة الوداع گردنه طلوع کرده بر ما، بر مردم مدینه قبا. اینجا قبا یک روستایی بوده از مدینه. بالاخره اونها رفتن جلو آن حضرت و آن حضرت چون این قبا برا نزدیک بود و آن حضرت اینجا قبا تشریف آوردن و 19 روز بعضی روایتها 20 خورده روز آمده که آن حضرت اینجا ماندن. اینجا اون مسجدی که اونجا نماز میخواندن اون مسجد همه مسجد قبا هست. آن حضرت اینجا استراحت میکردن، جایی که درست کردن مختصر و نماز هم میخواندن. صحابه هم میامده اینجا پشتری آن حضرت نماز میخواندن، همه برای ملاقات آن حضرت اینجا میامدن. رفت و آمد بود و بعد از این آن حضرت وارد شهر مدینه شدن. اولی مسجد در اسلام قبای، دومی مسجد مسجد النبی که آن حضرت اونجا که رفتن او زمینی را خریدن که کنار خانه ابو ایوب انصاری بود. مهمان ابو ایوب انصاری شدن و او زمین خریداری کردن و پول اجرا ابو بکر صدیق پرداخت. اونا گفتن مجانی این وقفه، گفتن نه چون مال یتیم اینجا یتیم شریک بودن تو این زمین و یتیم های، گفت که نه پولش رو پرداخت کرد. لازم اولی مسجدی که در رابطه با او نازل شده اول مسجد اسس علی التقوی، اول مسجد اسس علی التقوی حق ان تقوم فيه. این مسجد بر تقوا درست شده و مسجد النبی هم مستاک همینه که بر تقوا درست شده اولی و هر مسجدی که بر تقوا درست بشه مستاک قرار بگیره و آنچه که الله تعالی میپسنده و قبول داره الله تعالی تقوا هست، یعنی برای خدا باشه. این مسجد برای خدا ساخته، در جهت تقوا ساخته شده. الله حجاج و کسانی که به حج میایم، عمره میایم، به زیارت مدینه میایم، یک جایی که میایم اونجا را زیارت میکنن. این مسجد قبا هست، شهدای احد، مسجد قبلتین و این زیارت هست. مسجد قبلتین آنجا که در نماز صبح ظهر قبله عوض شده و قبله بیت المقدس بود
در سر نماز آنزت نماز میدادن قبله تغییر خود به سوی بیت الله برای همیشه. الله تعالی توفیق کنه. ببینید چه سختی ها، هجرت ها و قربانی ها و فداکاری ها دین به دنیا آمده است و به دنیا نشر شده و چه زحمت ها و رنجایی را تحمل کرده تا انسانیت نجات بگیره، تا انسانیت به مسیر درست حرکت کنه، مسیر صحیح حرکت کنه و تا انسان ها به موفقیت و کامیابی برسن، نجات بگیرن از عذاب دنیا و آخرت با مسیر صحیح و مسیر درست است. الله تعالی हमारा توفیق عنایت کنه و हमारा انشاءالله به اینجا بیاره و زیارت همه حجاج قبول میکنه. السلام علیکم و رحمت الله.